خب مثلا جاواسکریپت خیلی تو محیط برنامه‌نویسی باهاش کار نمی‌کنی، من همینجوری یه چیز کلی بهتون میگم که ببینید تا بعداً ببینید. وقتی جاوا اسکریپت یا مثلا این فایل‌ها که واسه جاوا اسکریپت طراحی شدن و بخواید توی سایت‌ها نمایش بدید، این همچین فرمت‌هایی دارن. استفاده دیمونه، یه سری برنامه جاوا اسکریپت نوشته شده است که ما می‌گیم ادش. و مدل‌های نوشتنش رو که داکیومنت‌هاش رو چجوری بیاری، نمی‌دونم سایزش رو چیکار کنیم و اینا رو اینجا نوشته که هر کدوم از این تگا رو بزنی می‌بینید چی میشه. همین شما باید قبلش یه برنامه جاوا اسکریپت تو دسترستون داشته باشید، چون ندارید من دیگه خیلی سرش نمی‌رم. تو تگای اسکریپت و این چیزا تعریف میشه و فایل پسش این چیزا رو دوباره باید درست بگیم بهش، جایی که وجود داره و خب حالا برسیم به تایتل این چیزا که بهتون گفته بودم واسه چیه، واسه این چیزی که اینجا نوشته و اون یه تگ اینجا داره میگه بهش میگه تگ بیس. خب تگ بیس ما بهش آدرس یه سایت رو میدیم، یه تارگتی که مثل بلنک باشه هم براش تعریف می‌کنیم، یه فاصله بذاریم اون چیزا و اینجوری عکس هم نمایش میدیم. یعنی مثلا اینجا ببینید این عکسی که اومده این بالا واسه یه همچین چیزی. توضیح این تگ‌ها رو احتمالاً ابتدایی کار بهتون گفتم، ولی حالا که تو PDF گذاشتم این ابتدا باز بگم. تگ HTML که یه تگ ضروریه، ما میگیم که آقا من دارم به زبان HTML کد میزنم، تگ میشه در واقع داک تایپ یعنی داکیومنت تایپ هم HTML. تگ هد واسه بخش هد برنامه و خیلی مهمه و تگ بادی هم که قسمت اصلی کد. یعنی شما الان یه همچین چیزی بزنی توی HTML فایل نسل جدید، خب اینا پس این از این تگ ها. در مورد این تگ ها هم ما نیزمندهایش رو حرف زدیم، ولی حالا اگه بخوایم ببینیم توی بخش مختلف سایت که هر بخشش اینجا بخش هدر، اینجا بخش لیده، بخش فوتر و همه این میشه مشخص کنید که آقا من میخوام اینجا این قسمت کدم مشخص این تگ رو باز میکنیم میرونیم و این قسمت از کدی که زدید توی اون بخش اجرا میشه که توی این شکل هست دیگه. این شکل رو میتونید ببینید و هر چی که خواستید بزنید. این رو در مورد چرشت که بهتون گفتم در واقع یه انکودینگه. ببین زبان ماشین میدونیم که 0 و 1 ما که نمیتونیم زبان 0 و 1 بزنیم. یه سری انکودینگ هایی وجود داره مثل یکی از 8 یکی از 16 یکی از 32 اینجا نوشته بودم نه